سلام هنردوستای عزیزم. امروز میخوام 7 سین مدل گل سه‌بعدی و با رنگ آبی بهتون آموزش بدم. برای این کار با قالب گل 5 پر حدود 40 گرم رزین و نصفش 20 گرم هارن رو با هم مخلوط میکنیم و 5 دقیقه به صورت آروم در یک جهت هم میزنیم. بعد 2 تا لیوان دیگه برمیداریم، نصفشون میکنیم که نچسبه بهشون و یه مقدار خیلی کم رزین توی 2 تا لیوان میریزیم و اونا رو رنگی میکنیم برای دوره کار. توی لیوان اول رنگ پودری آبی پررنگ میریزیم به مقدار 2 تا سر چوبمون که میزنیم توی پودر و توی لیوان دوممون رنگ جوهری کم رنگ تر از لیوان اول میریزیم و هم میزنیم یه گوشه تا یه چند دقیقه بگذره کامل مخلوط بشن با هم دیگه. توی لیوان سوم یه لیوان سومی هم برمیداریم و توش رنگ خمیری سفید میریزیم. همه اینا تقریبا به یک اندازه است، این مقدار خیلی کم نیاز هست و رنگ خمیری سفیدم به اندازه یک عدس میریزیم توش و خوب هم میزنیم. رنگ تیره ترمون رو به نوک گلبرگ ها میریزیم و همه رنگمون رو سعی میکنیم خالی کنیم توی گلبرگ ها و بعدش رنگ روشنترمون رو دور اون وسط گلبرگ ها میریزیم و بعد از اون بقیه رزین رو خالی میکنیم توی قالبمون. 5 دقیقه بهش استراحت میدیم و بعد رنگ خمیری سفید و لیوانمون رو تا میکنیم و خمیری سفید رو به صورت خطوط نازک دور تا دور کار میریزیم. حدود 3 تا دایره من اینجا به کار بردم. خیلی سریع این کار رو انجام میدیم که گلوله نشه توی کار، به صورت خطی باشه. بعدش با خلال دندون گلبرگ ها رو به سمت داخل میکشیم تا شکل گل به خودش بگیره. 5 دقیقه صبر میکنیم و دوباره خلال رو برمیداریم و دوباره گلبرگ ها رو به شکل داخل میریزیم. وسط کارم میتونیم اکلیل آبی رنگ یا اکلیل هر رنگ که دوست داشتین. من اینجا چون گلم آبی بود اکلیل آبی رنگ گرفتم و بعد فندک گیری میکنیم و دوباره 30 ثانیه صبر میکنیم، یه بار دیگه خلال میزنیم و فندک گیری میکنیم و میذاریم 8 ساعت بمونه. بعد از 8 ساعت قالبمون رو در میاریم و فرمش میدیم. به آرومی این کار رو انجام میدیم و توی ظرف میذاریم و با انگشت اونو فشار میدیم تا فرم بگیره. اگر شیار پیدا کرد و حالت خط خطی پیدا کرد با فندک خط خطی ها رو از بین میبریم و بعد میذاریم 24 ساعت خشک بشه.